شیخ سعدی در بوستانش میگه یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود، کنان آب از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. پدر میگه بچه‌اش میگه برداشت دوستداری میکرد، بوسابوسی میکرد. بچه‌اش میگه دیگر الهامش آمد یکی خندید. پدر میگه دندانهای فرزند که دید یک باره مردکی ترسانچک بوده است، مردکی بی غیرت بوده است، مردکی که بیچاره رزق روزی را جانب خدا کی نمیدانست است. دندانهای بچه‌ش که دید میگه ترس فراش گرفت، کنان آب از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. این بچه ما صاحب دندان شده، یک پگه نان میگه اینا ما از کجا نان تأمین کنم؟ ولی بسیار ما برادران لاف میزنیم من نباشم اگر خدا میدانه یگان تای تو زنده نمیمونه. یا همه برادرای عزیز اینها همه یک سخنهای بیهوده، یک سخنهایی که از روی بگیم کبر و جهل جاهلی ما هست. الله میگه من میدانم که ریسک شما در کجاست و از کجا به جای شما بیاید، من ایره میدانم و کنترل این الله میگه در دست من است. عبدالقادر بیدل میگه ریزق را روزی رسان پر میدهد، بی مگس هرگز نماند عنکبوت. اما خانه‌های تارتنک‌ها را دیدین؟ از همینجا پشه میگه خدا ریزقی او را میگه پرش میده، پریده میرود، تارتنک اونجا دا میخورش. تارتنک قوت کپیدن پشه نداره، لیکن خداوند همون را نویسانده. تو طعمه یا همون تارتنکی همونجا میرود تارتنک میخورش. این مردک بیچاره ترس فراش گرفت، این از کجا من نان میتونم؟ چو بیچاره گفت این سخن نزد جفت. اگه دیگه شاید که بیچاره شرم خیلی البته بیرنده خیلی همسایه را بگون، شاید یکان همسایه صاحب عقیده باشه و او آدم ریز که خدا بینه که مرا مقصد مسخرم نکنه. بیای همه در خوب همی آدمی نزدیک، همی خانومی خدمت، آیله خدمت، همین را بگم چی میگه؟ چو گفت بیچاره این سخن نزد جفت، نگر زن او را چو مردانه گفت. شیخ سعدی میگه الحمدلله که اگر این مردک دل گرده هم که نداشته باشد، این مردک بی غیرت هم که باشد، این خیل شیرزنا هم وجود دارد. نگر میگه زن او را چو مردانه گفت. چیش گفت؟ وقتی گفت زنک این بچه ها صاحب دندان شده، مقصد باید نامخور دیگر زیاد شده. این چه علمی کرده باشه؟ الحمدلله رب العالمین. زن بین مخور حول ابلیس تا جان دهد. مردک گفت این ترسی که طرف فرا گرفتگی این را وسواس شیطانی میگه. مخور حول ابلیس تا جان دهد، همان که دندان دهد آن نان دهد. همون ذاتی که ایره دندان شداده او الکی ریزق روزی را معین کرده است. تواناست آن خداوند روز که روزی رساند، تو چندین مسوز. اینا مرد بود های اون ذات میگه من توانایم، من استوارم، هیچ قدرت و قوت به من رسیده نمیتواند. تو این نسوز، تو این غمگین نشه. خدا میگه من خودم تأمینش میکنم. نگارنده کودک اندر شکم، نویسنده عمر و روزی تم. ای مردک تو حالی گفت فقط همی یک دندانای همی را دیدی، تو این پروردگاره که این صورت فرزند تر در بطن من کشید، در اینجا ایرت صورت سازی کرد، در همین داخل نویسنده عمر و روزی هم هست، عمرش هم معین کرده است. این خداوند هم میگه خداوندی تواناست. تو چی قدر میسوزی؟ تو چی قدر فکر میکنی؟